انقلاب عظیم هوش مصنوعی را در همه جا میتوان دید، به طوری که تاثیر آن بر رشد کسب و کارها را هم نمیتوان نادیده گرفت. رشد سریع این تکنولوژی باعث شده که کسب و کارها و صاحبان شرکت‌ها به این سمت روی بیاورند تا جایی که دغدغه آنها برای به دست آوردن هر چه سریعتر این علم آنها را به کنکاش وامی دارد. اما این رویداد تکنولوژی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ زلزله‌ای که هوش مصنوعی به پا می‌کند خیلی فراتر از تصورات فعلی مدیران است. این تکنولوژی که نسل جدید آن چت جی پی تی است، انقلاب دیجیتالی را در شرکت‌های پیشرو شکل داده. نه تنها آینده شغلی گروه‌های از کارکنان را، حتی بازار سهام را دستخوش تغییر خواهد کرد. یکی از بزرگترین پس‌لرزه‌های این انقلاب تغییر مقیاس شرکت‌ها است. ریزش شرکت‌های بزرگ و رویش شرکت‌های کوچک اما مهم. هفته گذشته نورالینک، شرکت تحت مالکیت ایلان ماسک، مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا برای اولین آزمایش بالینی خود را دریافت کرد. قرار است این شرکت با کاشت تراشه در مغز افراد فلج و دچار معلولیت‌های شدید به آنها کمک کنند که دوباره حرکت کنند، بینایی خود را به دست آورند و ارتباط برقرار کنند. این می‌تواند نقطه عطفی در کشف پتانسیل ایمپلنت‌های مغزی باشد. ایلان ماسک قبلا گفته بود امیدوار است که در آینده از این تراشه برای همزیستی هوش مصنوعی و انسان استفاده شود. تکنولوژی‌های هوش مصنوعی انقلابی در صنایع ایجاد کرده و حالا رد پایش در همه جا از حوزه درمان گرفته تا آموزش، کشاورزی، انرژی و بسیاری صنایع دیگر دیده می‌شود. این تکنولوژی‌های به اصطلاح برهم زننده چگونه مسیر کسب و کارها را تغییر دادند؟ هوش مصنوعی چه تأثیری بر بازار کار و اندازه شرکت‌ها خواهد داشت؟ آیا این تکنولوژی تهدیدی برای شرکت‌های موسوم به بیگ تک به شمار می‌رود؟ همه ما احتمالاً هر روز با هوش مصنوعی سر و کار داریم بدون آنکه متوجهش بشیم. خیلی‌ها هنوز فکر می‌کنن هوش مصنوعی یک چیزی شبیه به تکنولوژی‌هایی است که در فیلم‌های علمی تخیلی می‌بینیم. اما همزمان با گسترش این تکنولوژی در زندگی روزمره انسان‌ها این باور به مرور کمرنگ می‌شود. مفهوم هوش مصنوعی دهه‌ها است که وجود دارد، اما پذیرش و رواج آن در جامعه اتفاق جدیدی است. چند دهه طول کشیده تا پیشرفت‌هایی در زمینه خلق یک سیستم هوش مصنوعی و تبدیل آن به یک واقعیت حاصل شود. طبق نظرسنجی شاخص جهانی پذیرش هوش مصنوعی، بیش از نیمی از شرکت‌ها در حال اعمال هوش مصنوعی در سازوکارهای خود هستند. شرکت کننده‌ها گفتند که امنیت داده‌ها، اتوماتیک سازی فرآیندها و پشتیبانی مشتری سه حوزه‌ای هستند که پیش از همه از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. این تکنولوژی نه تنها در میان مردم محبوبیت یافته، بلکه برای کسب و کارها تبدیل به یک ابزار رقابتی شده. از اواخر قرن 19 کسب و کارهای بزرگ پای ثابت زندگی آمریکایی‌ها بودند. امروز نیز بیشتر آمریکایی‌ها در شرکت‌های بزرگ کار می‌کنند تا شرکت‌های کوچک. این روال ممکن است تغییر کند و دلیلش تا حدی هوش مصنوعی است. مثلا شرکت معروف میدجرنی که کارش تولید عکس و تصاویر با استفاده از هوش مصنوعی است، کلاً 11 کارمند تمام وقت دارد. احتمالاً تعدادشان بیشتر می‌شود، اما به عنوان شرکتی که در حوزه کاری خود معروف‌ترین است، تعداد کارمندهایش خیلی کم است. البته دلیلش تا حدی این است که بخش اعظمی از کارهای این شرکت توسط کامپیوترها و هوش مصنوعی انجام می‌شود. نشریه بلومبرگ در این باره نوشته: گمان نمی‌کنم این باعث بیکاری گسترده شود، چون تاریخ نشان داده که وقتی یک صنعت اتوماتیک سازی می‌شود و کارهایش به ماشین‌ها واگذار می‌شوند، کارمندها به صنایع دیگر و به خصوص صنایع در حال رشد گرایش می‌یابند. اما اگر آن صنایع شغل‌ساز مربوط به حوزه خدمات شخصی مثل مراقبت از سالمندان باشد چه می‌شود؟ این مشاغل معمولا مربوط به شرکت‌های کوچک و محلی هستند و این یعنی در آینده تعداد افرادی که برای شرکت‌های بزرگ کار می‌کنند کمتر خواهد شد. یا مثلا چت جی پی تی را در نظر بگیرید که از نظر گسترش پرسرعت‌ترین تکنولوژی مصرف کننده در طول تاریخ است. این ابزار توسط شرکت اوپن ای آی واقع در سان فرانسیسکو طراحی شده. طبق تخمین‌های اخیر این شرکت 375 کارمند دارد. مقایسه‌اش کنید با تعداد کارمندان متا که تازه بعد از این همه تعدیل نیرو بالغ بر 60,000 نفر است. اوپن ای آی هم قطعاً کارمندان بیشتری استخدام خواهد کرد، اما تعداد کارکنان این شرکت‌ها شبیه به تصور ما از یک شرکت بزرگ نیست. به باور نویسنده بلومبرگ، مادامی که شرکت‌ها برای کاهش تعداد نیرو از هوش مصنوعی استفاده کنند، قدرت سیاسی کسب و کارهای بزرگ ممکن است کاهش یابد. شاید دیگر به اندازه کافی کارمند یا بوروکراسی نداشته باشند تا لابیگری‌های خود را پیش ببرند، مثل کاری که اوکسان یا جنرال موتورز می‌کردند. اگر تا اینجا از ویدیو خوشت اومده، لطفاً این ویدیو رو لایک کن. شرکت‌های کوچکتر قادر نخواهند به سراغ سناتورها بروند و درخواست کمک کنند، چون ده‌ها هزار کارمند در سطح ایالت ندارند. این موضوع سیاست‌های عمومی را تغییر خواهد داد. مثلا ممکن است سیاست‌های مهاجرتی تغییر کنند یا مهاجرت پذیری کاهش یابد، چون معمولا شرکت‌های بزرگ طرفدار جذب نیروهای مهاجر بودند. یا حتی ممکن است مهاجرپذیری محدودتر و هدفمندتر شود، چرا که شرکت‌های مهم اما کوچک باید دقیقاً افراد مناسب را برای نظارت بر فعالیت‌های هوش مصنوعی استخدام کنند. انتخاب نیرو اهمیت بیشتری خواهد یافت و به یک مهارت تبدیل خواهد شد. افرادی که در این واحدهای کوچک کار می‌کنند احتمالاً حقوق بسیار بیشتری تقاضا خواهند کرد.
ظهور شرکت‌های کوچک و مهم و محو شدن شرکت‌های بزرگ حتی در سرمایه‌گذاری‌ها نیز تأثیر خواهد گذاشت. وقتی کسب و کارها کوچک می‌شوند، معمولاً لازم نیست برای جلب سرمایه به منظور گسترش تبدیل به یک شرکت سهامی عام شود. پس خصوصی خواهند ماند. در نتیجه تعداد مردمی که در بورس و سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند کمتر خواهد شد. البته تمام شرکت‌های بزرگ کوچک نخواهند شد. مثلا شرکت‌های خدمات مشتری مثل استارباکس ممکن است نتوانند فعالیت‌های اصلی خود را به هوش مصنوعی بسپارند. اما بسیاری از کارکنانشان به دلیل افزایش سن از شغل خود بیرون خواهند آمد و به سایر صنایع خواهند رفت. در آینده احتمالاً فقط جوانان برای شرکت‌های بزرگی مثل استارباکس کار کنند. از زمانی که سهام شرکت‌های تکنولوژی سقوط کرد، شرکت‌های بزرگ این حوزه موسوم به بیگ تک اقدام به تعدیل نیروی گسترده کردند تا استخدام بی‌حد و حصر در دوران کرونا را جبران کنند. آنها از سوی دیگر تعدیل فشار سرمایه‌گذاران بودند که به تازگی بیشتر بر سودآوری تمرکز داشتند تا رشد و گسترش. این تعدیل نیروها کل بازار کار را مختل کرد. بسیاری نگران بودند که مبادا کارکنان حوزه تکنولوژی به سایر حوزه‌ها سرازیر شوند. همان اتفاقی که در دوره دات-کام در اوایل دهه 2000 افتاد. اما در این گیر و دار یک ناجی از راه رسید تا کارکنان حوزه تکنولوژی را حداقل برای مدتی نجات دهد. ناجی به نام هوش مصنوعی. بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران درباره تاثیر این تکنولوژی بر سوددهی هیجان زدند. بسیاری می‌ترسند که مبادا عقب بمانند. گرچه هوش مصنوعی ممکن است میلیون‌ها شغل را نابود کند، اما شغل‌هایی نیز ایجاد خواهد کرد که هنوز وجود ندارند. شرکت‌ها باید آن شغل‌ها را بسازند و برای آن نیازمند کارکنان حوزه تکنولوژی هستند. پس از یک سال تعدیل نیرو در شرکت‌های بزرگی مثل متا و آمازون، حالا شاهد ثبات در اشتغال‌ها در حوزه تکنولوژی هستیم. تعدیل نیروها که دائما در حال افزایش بود و در ژانویه به اوج خود رسید، حالا به میزان اکتبر پارسال رسیده است. به نظر می‌رسد یک سال برای تعدیل نیروها کافی است و حالا که ارزش سهام و تعداد کارکنان این شرکت‌ها به ثبات رسیده، همه توجه‌ها به یک چیز معطوف می‌شود: هوش مصنوعی. بسیاری منتظرند ببینند این تکنولوژی چه تأثیری بر کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌هایشان برای درآمدزایی از آن خواهد داشت. این اتفاق باعث می‌شود کارکنان حوزه تکنولوژی پس از یک سال استرس بالاخره یک نفس راحت بکشند، چون هیچ شرکتی نمی‌تواند با ادامه تعدیل نیرو یک امپراتوری هوش مصنوعی بسازد. ثبات در بازار کار خبر خوبی برای همه است. چون در گیرودار رکورد اقتصادی احتمالی یک پناهگاه امن به شمار می‌رود. اینها تنها بخش کوچک از تأثیرات هوش مصنوعی هستند. در واقع این تکنولوژی در حال ایجاد انقلاب عظیم در همه صنایع است. تأثیر هوش مصنوعی بر رشد کسب و کار را به هیچ وجه نمی‌توان نادیده گرفت. یکی از مهمترین روش‌هایی که هوش مصنوعی باعث رشد کسب و کار می‌شود، ارتقای تجربه مشتری از طریق شخصی‌سازی پیشنهادها، چت‌بات‌ها و دستیارهای صوتی است. این تکنولوژی همچنین می‌تواند با ورود به حوزه عملیات‌ها و از طریق کنترل کیفیت اتوماتیک، عیب‌یابی پیشگویانه و سیستم‌های مدیریت انبار باعث کارآمدی عملیاتی و کاهش هزینه‌ها شود. از دیگر مواردی که هوش مصنوعی می‌تواند رشد کسب و کار را متحول کند، می‌توان به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری از طریق ابزارهای تحلیلی و مبتنی بر داده‌ها، پرده‌برداری از مدل‌های کسب و کار و جریان‌های درآمدی جدید و افزایش امنیت سایبری اشاره کرد. هوش مصنوعی عملاً تمام صنایع را در می‌نوردد. لازم نیست از آن بترسیم. کلید رشد بلند مدت و موفقیت تکامل سریع با این تکنولوژی و پذیرش آن است، چرا که هوش مصنوعی آمده که بماند. ما هنوز در مرحله اولیه هستیم. در این برهه صاحبان شرکت‌ها باید بر اولویت‌های اصلی خود و نحوه بهره‌گیری از هوش مصنوعی تمرکز کنند. ممنون از اینکه تا اینجا همراه من بودی. اگر از این ویدیو خوشت اومد، لطفاً این ویدیو رو لایک کن و برای دسترسی به ویدیوهای بیشتر کانال من رو سابسکرایب کن.